بسم الله الرحمن الرحیم. یورش به خانه ها و تفتیش عقیده بانوان متدین و محجبه کاشمری به مدت 10 روز تنها به جرم ایمان و عقیده به سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام انجام شد. آزادی ایمان و عقیده حق هر انسانی است. شیرزنان کاشمری با آگاهی و اختیار این عقیده را برگزیدند، عقیده‌ای که از 25 سال پیش آمریکا را دجال اکبر می‌داند، عقیده‌ای که صهیونیسم جنایتکار را امت پیامبر کش و عامل کشتار امروز می‌شناسد، عقیده‌ای که هر وهابی تکفیری را تروریستی تمام عیار می‌بیند، عقیده‌ای که اهل بیت علیهم السلام مبلغ آن بودند و قرآن کریم آمدن فرستاده‌ای پیش از نزول عذاب را قاعده‌ای الهی می‌داند. ایمان به این که منجی موعود ادیان امام محمد ابن الحسن المهدی علیه السلام فرزند و وصی خویش را فرستاده تا زمینه ظهور مقدسش را فراهم سازد. سید احمد الحسن علیه السلام وظیفه داشت انحرافاتی را که در همه ادیان الهی پدید آمده است معرفی کند و همین روشنگری ها سبب ناراحتی و رسوایی کسانی شد که به جای اصلاح مواضع خود زبان به تهمت گشوده و دشمنی با فرستادی امام مهدی علیه السلام را پیشه کردند. هر انسان منصفی که تنها یک جلد از بیش از 50 کتاب منتشر شده از سید احمد الحسن علیه السلام را بخواند به روشنی در می‌یابد که همه تهمت‌ها به مؤمنان این دعوت تلاش‌های بی‌ثمر برای محروم ساختن مردم از آگاهی و انتخاب آزادانه عقیده بوده است. عقیده‌ای که میبایست در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما ناتوانی از مواجهه با آن به یورش ظالمانه‌ای در 7 اردیبهشت انجامید. یورشی به خانه‌های شهروندان شریف کاشمر و بازداشت 15 نفر از مردان و شیرزنان ایرانی. همین ترس از منطق علمی این دعوت دستگاه قضایی را به جایی رساند که اجازه دهد عقیده را تفتیش کند و با تهدید به مصادره اموال، جداسازی فرزندان بیگناه از مادران و بی‌حرمتی به مردان و زنان کهنسال کاشمر فضای ارعاب و تهدید را گسترده سازند. و چه ساده انگارانه است پنداشتن خاموشی نور خدا. عقیده‌ای که از ترس آگاهی مردم نسبت به آن با موجی از دروغ پراکنی در فضای رسانه‌ای همراه شده است. شبنامه‌هایی علیه جریان یمانی منتشر کردند تا اذهان عمومی را مسموم و از حقیقت دور سازند. ما یقین داریم ظلم‌هایی که بر مؤمنان این دعوت در کاشمر و دیگر شهرهای ایران عزیز روا داشتند بی تردید سبب روشن‌تر شدن حق و زدوده شدن غبار از شهره دعوت فرستادی امام مهدی علیه السلام خواهد شد. انشاءالله.